هذا النور شفاء صدور. خداوند روزی از ملک الموت پرسید: آیا تو به حال در وقت جان کسی را گرفتن گریه کرده ای؟ فرشته مرگ جواب داد: یک بار خندیدم، یک بار گریه کردم و یک بار دیگر ترسیدم. فرشته مرگ میگوید: خندم زمانی بود که با امر تو مردی را باید جانش را می ستانیدم و او را نزد دکان کفشدوزی پیدا نمودم که آن مرد به کفشدوز می گفت که کفشم را به گونه بدوز که 1 سال رود و من به حالش خندیدم و جانش را با امر تو ستانیدم. فرشته مرگ می گوید: گریم زمانی بود که به من دستور دادی که جان زنی را بگیرم که در بیابان تفسان و به آب و درخت بود و هم در حالت زایمان، یعنی در حالت تولد کردن بود، و بعد تولد کردن زن آن زن را جانش را قبض نمودم و به حال طفل نوزاد گریه کردم، گریستم. فرشته مرگ میگوید: ترسم زمانی بود که جان مرد فقیه، یعنی دانشمند و عالم را باید می ستانیدم و هرچند به منزلش نزدیک می شدم نورش بیشتر می گشت و زمانی که جانش را گرفتم از درخشش چهرهش ترسیدم و وحشت زده گشتم. در این هنگام خداوند به فرشته مرگ عرض کرد: میدانی که آن عالم نورانی کی بود؟ او همان نوزادی بود که جان مادرش را در صحرای تفسان گرفته بودی و آن نوزاد تنها در صحرا مانده بود. من مسئولیت آن طفل نوزاد را به عهده داشتم. هرگز گمان نکن که به وجود من موجود در این عالم به سرپناه بماند. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.